غزنی یکی از ولایت‌های مرکزی کشور است که از لحاظ اقتصادی در مهمترین نقطه جغرافیایی افغانستان واقع شده است، تا آنجایی که غزنی را دهلیز پایتخت نیز می‌نامند. سالها جنگ و ناامنی سدی بود برای پیشرفت و رشد اقتصادی در این ولایت، اما اکنون دیده می‌شود که مردم از نعمت صلح استفاده نموده و در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری نموده و صنعت در این ولایت رفته رفته رو به رشد است. شروع به فعالیت‌های چندین کارخانه تولیدی مواد خوراکی و غیر خوراکی یکی از نمونه‌هایی است که می‌توان به آن اشاره کرد. شماری از کارخانه‌داران می‌گویند توانستند برای ده‌ها جوان زمینه کاری فراهم نمایند. آنان خواهان حمایت حکومت و مردم از تولیداتشان هستند. برای ما پارک صنعتی توزیع کنه، فراهم کنند تا ما بتوانیم بیشتر مردم رو برش کار فراهم کنیم، بیشتر مردم کار فراهم شود در ولایت غزنی و فروشات ما بازاریابی شود، محصولات ما بازاریابی شود تا فروشات بیشتری داشته باشیم و تجارم تشویق شود در این عرصه که بیاین کارخانه و شرکت بسازن در ولایت غزنی. و چند ولایت مال خود رساندن میتونیم. دولت باید قدم همکاری کنه، با پارک صنعتی را جور کنه، تعداد کارگرای ما زیاد شود. ما میتونیم در کلگی حتی در خارج کشور ما میتونیم که مالای خود صادر کنیم. از تاجرای خدمتی خواهش میکنیم که بیاین در کشور خود، در ولایت خود سرمایه گذاری کنه که همه افغان‌ها در بیرون از افغانستان نره، در داخل خود افغانستان کار کنند، زحمت بکشند تا کشور ما آباد شود و تولیدات وطن خود را استفاده کنند. باعث افتخار ماست. در همین حال مسئولان اتاق صنایع و معادن در ولایت غزنی نیز میگویند در این ولایت بیش از 100 فابریکه تولیدی فعالیت دارند که از این میان 35 فابریکه آن بعد از حاکمیت امارت اسلامی آغاز به کار نموده است. ما بیش از 100 فابریکه کلان و خرد در غزنی فعلا فعال داریم و با آمدن امارت اسلامی الحمدلله کارخانه‌ها اضافه شده، کم نشده. با وجود از اینکه ما پارک صنعتی نداریم، با وجود از اینکه در بعضی جاهای غزنی که دروجه ما یک از برادران میخواد سرمایه‌گذاری بکنه برقم نیست، با وجود این همه الحمدلله فابریکات در غزنی اضافه شده. این در حالی است که چند قبل نیز نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و هیئت همراهش به ولایت غزنی سفر نموده و با صنعتکاران و تاجران در این ولایت بازدید نمود.